بابا کلا 4 تیپ آدم وجود داره. اونا رو هم نمیدونی؟ مثلا قرمزا کسایین که دنبال قدرت و نتیجن. سبزا دنبال آرامش و ثباتن. آبیا دنبال منطق و ساختارن و زردا دنبال سرگرمی و ارتباطن. وقتی این 4 رنگ و این 4 تیپ آدم رو بشناسی میتونی با 95% آدمایی که میبینی یه ارتباط قوی بگیری. حتی وقتی هیچ وجه اشتراکی با طرفت نداری. چیزی که قراره تو این ویدیو یاد بگیری اینه. اولا رنگ تو چیه؟ دوما مشکل اصلی هر رنگ چیه؟ سوما چطوری باید با هر رنگی حرف زد؟ اگه اینا رو یاد نگیری همیشه برات سوال میمونه که چرا حرف زدن با بعضیا خیلی راحت و طبیعی پیش میره ولی با بعضیا خیلی سخته. حالا تصور کن وارد هر جمعی بشی بتونی سریع طرف مقابل تو بشناسی و بفهمی چی بهش انگیزه میده یا از چی میترسه و زبونش چیه و بتونی با زبون خودش باهاش حرف بزنی. همه چی از اینجا شروع میشه که اول بفهمی رنگ خودت چیه. تو یکی از 4 رنگ قرار میگیری. البته همه ما ترکیبی از همه رنگا رو داریم ولی معمولا یه رنگ غالب داریم که به طور پیش‌فرض تو ارتباطاتمون ازش استفاده میکنیم. حالا وقتی در مورد هر رنگ صحبت میکنم به این فکر کن که خودت تو کدوم دسته قرار میگیری و برای رنگای دیگه سعی کن یه دوستتو بیاری تو ذهنت. اینجوری راحت‌تر یاد میگیری و بهتر یادت میمونه. بریم شروع کنیم. قرمزا جسور، قاطع، رقابتی، نتیجه محور و کمی عجولن. زردا اجتماعی، پر انرژی، پر حرف، خلاق و خوشبینن. سبزا آروم، حمایتگر، قابل اعتماد و متنفر از تغییرات ناگهانی و فوق‌العاده هم صبورن. آبیا دقیقاً، ریزبین، محتاط، اهل نقد و کمالگرا هستن. اگه هنوز نمیدونی رنگ اصلی چیه، بیا این 3 سوال رو از خودت بپرس. 1. بیشتر درونگرا هستی یا برونگرا؟ اگه درونگرا باشی، سبز یا آبی؟ برونگرا، قرمز یا زرد؟ 2. بیشتر منطقی هستی یا احساسی؟ منطقی یعنی سبز یا قرمز؟ احساسی یعنی آبی یا زرد؟ 3. سریع حرف میزنی یا با تأمل و شمرده؟ شمرده یعنی سبز یا آبی و سریع یعنی قرمز یا زرد. با همین روش و با حذف گزینه احتمالاً میتونی بفهمی رنگت چیه. مشکل اصلی هر رنگ اینه که بیشتر آدما فقط تو رنگ خودشون ارتباط برقرار میکنن و فکر میکنن همه دنیا همینطوری حرف میزنن. 2 تا قرمز وقتی با هم حرف میزنن عالی پیش میره ولی وقتی یه قرمز با یه سبز یا آبی یا زرد حرف میزنه معمولاً ممکنه به مشکل بخورن و یا کلافه بشن. مثلا وقتی 2 تا قرمز با هم حرف میزنن سریع و مستقیم میرن سر اصل مطلب و عاشق همین کارن. ولی همین سبک برای بقیه رنگا ممکنه سرد، خشک یا حتی ترسناک به نظر بیاد. حالا بیایید ببینیم برداشت بقیه از هر رنگ چیه. برداشت بقیه از قرمزا اینه که به بقیه فشار میارن. از دید سبزا فکر میکنن زورگوان، از نظر زردا خیلی جدی به نظر میان، از نظر آبیا بی‌دقت و بی‌ملاحظه‌ن. زردا پر انرژی و پر از ایدن، اما برای قرمزا بی تمرکز به نظر میان. برای سبزا شلخته و بی سوادن و برای آبیا بی جزئیات به نظر میان و خیلی سطحی. حالا سبزا اونا دنبال آرامشن و از تعارض دوری میکنن. برای قرمزا ضعیف به نظر میان. برای زردا کسل کننده و برای آبیا بی تعهد و مبهمن. آبیا دقیق و وسواسی‌ان ولی برای قرمزا خیلی کندن، برای زردا زیادی انتقادگرن و برای سبزا ریزبین و ایرادگیرن. همه ما ترکیبی از همه رنگا هستیم. یه بخش زرد بازیگوش، یه بخش آبی دقیق و عمیق، یه بخش سبز صلحجو و آروم و یه بخش قرمز عملگرا. راز موفقیت اینه که بتونی همه زبونا رو حرف بزنی بدون اینکه خودتو گم کنی. حالا قبل از اینکه برم سراغ ادامه، تا اینجا حدس میزنی تو کدوم رنگی؟ تو کامنت ها برام بنویس. خودم هم تو کامنت ها مینویسم. وقتی وارد این موضوع میشی یه نکته خیلی مهمه، اینکه هیچ رنگی بهتر از اون یکی نیست. همه رنگا نقاط قوت و ضعف خودشونو دارن. قرمزا باعث میشن کارا انجام بشه، زردها انرژی و خلاقیت میارن، سبزا ثبات و آرامش ایجاد میکنن، آبیا کیفیت و دقت میارن.
وقتی یه تیم همه این رنگا رو داشته باشه متوازن و قدرتمند میشه. و وقتی مشکل پیش میاد که بخوایم همه رو با معیار رنگ خودمون بسنجیم، حالا چطوری تضاد رو مدیریت کنیم؟ وقتی بفهمی طرف مقابل چه رنگیه، خیلی راحت‌تر میتونی باهاش کنار بیای. مثلا اگه با یه قرمز بحثت شد، بدون اون فقط دنبال نتیجه است، نه اینکه ازت متنفر باشه. اگه یه زرد وسط کارت هی ایده جدید میده، بدون این بخشی از ذاتشه، نه اینکه بخواد حواستو پرت کنه. اگه یه سبز تصمیم گیری رو عقب میندازه، بدون اون فقط دنبال آرامشه، نه اینکه بی‌عرضه باشه. یه آبی ممکنه مدام ازت جزئیات بخواد. اون دنبال دقت و کماله. نمیخواد بهت گیر بده. حالا راز ارتباط واقعی اینه. به جای اینکه فقط تو رنگ خودت حرف بزنی، یاد بگیر با زبون طرف مقابلت حرف بزنی. این به معنی تغییر شخصیتت نیست. تو همون آدمی. فقط مثل یه مترجم عمل میکنی. مثلا اگه قرمزی، وقتی داری با یه سبز حرف میزنی، آرومتر و صبورتر باش. اگه زردی و داری با یه آبی حرف میزنی، بیشتر جزئیات بده، کمتر بپر وسط حرفش. وقتی این کار رو بکنی، یه چیز جادویی اتفاق میفته. آدما حس میکنن واقعا درکشون کردی و وقتی کسی حس کنه درکش کردی، درجا بهت اعتماد میکنه و رابطه ها خیلی عمیق‌تر میشن. ولی وقتی یاد بگیری به زبون هر رنگی حرف بزنی، مثل اینه که گوگل ترنسلیت روت نصب شده. میتونی با 95% آدمایی که میبینی یه ارتباط قوی بگیری. ارتباط واقعی یعنی طرف مقابلت حس کنه درکش کردی. دیگه مهم نیست رنگش چی باشه. اما اگه دوست داری ضریب هوشی خودت یا بقیه هم دستت بیاد، قدم بعدی دیدن این ویدیو باشه. راستی هنوز نه لایک کردی نصاب؟ کامنتت کو. فعلا خدافظ.